خیلی از مردم این ترانه‌های زمان طاغوت رو باور کردن، یعنی فکر میکنن واقعا هیچ خبری نیست. میگه کی اهل جهنم که خونهش تو بهشته، صدا داره ضبط میشه که نه باور کن. میگه آقا بهشت جهنمی کش که چی کاری، چی نه شیخا درست کردن یک دکان درست کردن ما رو میترسونن. خدا کریمه. اون زمان قدیم ما گفتن خدا کریم. اگر خدا کریم بود برای چی بمب بالا سر امام رضا عمل کرد تو حرم امام رضا؟ اگه خدا کریمه کجا بود کریمی خدا موقعی که روز اول ماه رجب حضرت آیت الله حکیم کنار مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام یه مرتبه بم عمل کنه تیکه تیکه بشن؟ کجا بود آقای خدا؟ کجا بود موقعی که آقای دستقی وقتی نصف بدن چیز شد بعد 3 روز خواب دیدن آقا سیدی رو که برید اون کوچه‌ای که میرفتم نماز جمعه که منفجر شد این گوشتای بدنم توی درزای دیوار مونده بشوریدش، بده جایز نیست، برید بگید کوچه رو یه بار دیگه با شلنگای فشار آب بشورن. کجا بود موقعی که بیبی فاطمه در را بین در و دیوار گیر کرده گفت محسن من فضل منو دریاب محسنم از دست رفت؟ نگید آقا جان به خدا امان از بی سوادی. لا مصیبت اشد من الجهل، دردی بدتر از درد نادونی نیست. ما رو سربند کردن، هر بلا سرت میاد میگن قضا و قدره. ما نمیدونیم خدا فقط برای ما قضا و قدر داره، او هم فقط بدیامون قضا و قدره. لقمه تو خون میزنیم صبر داشته باش خدا داره تو رو امتحان میکنه. مگه بیکار خدا؟ هم فقط ناظم مدرسه مایه؟ از دانش آموز تازه سال 3 از دانشجو پایان ترم امتحان میگیرن ببینن چیزی فهمیده یا نه. یک سره ما لقمه تو خون بزنیم. با زنم مشکل دارم، با بچه‌م مشکل دارم، با عروسم، با دامادم، با مملکتم، با مسئولین، با شیخا، با همین ها مشکل داریم بگیم. بعد ما که گله میکنیم آقایی که یک مقداری بالاخره امتحان میکند خدا. یک بار خدا به ابراهیم گفت بچه‌تو بنداز تو، بچه‌تو قربانی کن. یک بار به مادر موسی گفت بچه‌تو بنداز تو آب. یک سال آب بازی میکرد اینا با هم. آقا دستی به تنه میخوام بگم بر بخوره. مطالعه که الحمدلله نمیکنه اینا رو. شما میدونم که مطالعه نمیکنه. کی بره شبای برره نگاه کنه؟ 90 شب الله فهمید سبیلای شوکت شده نفهمیده بالاخره جنومک چیکار کردید؟ نرگس به خاک یا نشست یا ننشست؟ مردم ایرانید شما باور کنید. آقا من بی سواد نیستم جلوتون اومدم ها. مردم ایرانی بارتون آوردن. همینجور ساده اندیشید، زود راضی میشید، زود میخندید، زود میپسندید یه چیز، زود رأی میدید، زود رأی میدید. جو میگیره شما رو یک مرتبه اینا کودتا میکنید، پوزه همه جناها رو میزنید. البته از این انتخابات ما هم راضییم، خوشحالیم. نمیخوام بگیم اسطوره‌ایه، ولی لااقل همین که شوکه بشم که بابا جناها فکر نکنن مردم بی سوادن. آقایون بزرگوار شوخی نیست. نگاه کن زمان داره میگذره. مردم 3 نکته بدیهی در این 3 میل در انسان وجود داره. یک میل به بقا، دوست دارد بماند. دوم میل به دفع ضرر، دوست داره از خودش دور کنه بدی رو، صدای بد، آهنگ بد، بوی بد، خانه کوچیک، مملکت پلشت و نامنظم، رئیس جمهور بیارزه اگر باشه دوست ندارد، دوست داره از خودش دور کنه. گوش کن، همراه هم خاموش کن. سوم ارزم بزرگ شما که میل به جلب حلاوت، اسم مذهبیشه، اگر نه جلب لذت، روانشناسی میگن میل به لذت، دوست داره حظ کنه، بهره‌مند شود، لذت ببرد، کسب کند، به تملک خود در بیاره لذت رو، حلاوت رو. خوبه؟ این 3 میل هست. اینم 3 نکته دیگه بذار کنار. 3 بعد وجودی هم داره انسان آقا جان. خوب بذار ببینم یادتون هست برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن یه بار بلند بگید ببینم حواستون هست نه. 1 3 نکته واضح که فوری و بدیهی و آشکار است. این که 1 وجود دارم، 2 خالقی وجود دارد، 3 آخرات. این 3 تا میل هم در انسان است. اول میل به بقا. برچی تو جاده‌های بین راهی میره یادگاری مینوسه تو در دستشویی. برگی نفله بدبخت منسه الزامی سرباز وظیفه است چقندرآباد میخواد بمونه دیگه. اگه نه بدبخت فلک زده. اینجا جای نوشتنه. عقب مونده جهان سومی. رو تنه درخت وکیل آباد میشه FE اول اسم خودش دوست تلفنیش می‌نویسه. میخواد بمونه دیگه. برچی بعضیا مدل هندی عکس میگیرن اینجوری ادا اطفال دارن. میخواد عکس بگیریم مثل بچه آدم بشین در عکس بگیریم. برچی اینجوری هست.
بعضی هم که میخوان انتخابات که بیاد باز خواهید دید اینجوری به عنوانی که با فیثاغورس با آلبرت کامو میخواد این مخ برابری کنه. تو بدبخت چی داری از سواد، چی داری از اقتصاد، چی میدونی از تثبیت نرخ ارز، از نمیدونم نظم نوین جهانی؟ به او رأی بدید خادم ملت هست. جمال میلیوناش عشقه. ایران